آی غم و غصه تن و جانش گرفته ای دل، آی که این تحریم ها حالش گرفته ای داد بیداد. آی به کشتی اجل عظما سواره ای داد، میون آب توفانش گرفته ای داد بیداد داد بیداد. تو عظما در آزار است از تو، گهی نالان گهی بیمار است تو او را در جهان بدنام کردی. ای برو گم شو که او بیزار از توی داد. ناکس اگه فکر میکنی کسی الان هست که نفهمیده باشه که منظورت بدبختی هایی که از چپ و چهار سمت داره عضوها رو میترکونه، یه بار دیگه هم بخون. سب کن بیرم ناکسه، من یه چیزی گفتم در دیزی واسه حیای مجری کجا رفته؟ دکتر جون اگه نمیخوندم به جای عضما خودم میترکیدم. آخه اگه من اینقدر میفهمم تو اینقدر میفهمی، ولی جسارتا نمیفهمم چرا اینقدر بیخیالی. تو از دل من چه خبر داری؟ اگه قرار باشه هر کسی به اندازه که میترسه بخونه، من باید امشب کنسرت بذارم. تو بحث استراتژی تو واسه هر کی قاطی پاتی کنی پیش ما تاتی میکنی. تو ترسیدی دیگه، ببین من چی کار باید بکنم. ولی خب سوال اولو امشب من میکنم. یه شیر با یه خر تو جنگل سردشون بشه، کبریت هم نداشته باشن، چطوری باید آتیش روشن کنن؟ سوال قشنگی است ولی نمیدونم. آها باریکلا. هیچی، شیره باید یه نعره بکشه تا برق سفاز از خره بپره، بعد باهاش آتیش روشن کنن. البته به دل نگیرا، منظورم به تو نبود. پس شما که استراتژی بلدین و بیشتر از من میترسین، چرا بیخیال نشستین؟ دارم همینو بهت میگم دیگه. کجا بیخیال نشستم؟ این درس رو من از زودپز یاد گرفتم. در حالی که رو آتیش نشسته و داره میسوزه، خودشو میزنه به بیخیالی و آروم سود میزنه. این الان شما روشن شد یا برم سر سوالات آی دکتر؟ آها باریکلا. این چه کاری بود آی دکتر که حاجی روحانی توی این اوضاع کرد؟ برای غرب آمریکا خط و نشون کشید و مهلت‌های دومادوم مشخص کرد. مگه این شعورش نمیرسه که برمیگردن میزنن تو پوزمون؟ شعورش میرسه، زورش نمیرسه. مرحوم اموی همیشه میفهمودن به بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که معلم بهداشت بسیجی ها سر کلاس گفتش که نظافت فردی را گربه یاد بگیرید که با زبونش همیشه خودشو تمیز نگه میداره. شما عقلتون به اندازه گربه هم نمیرسه؟ بسیجی گفت چرا آقا، عقلمون میرسه، زبونمون نمیرسه. آی دکتر یعنی به خاطر پاسدار بسیجی ها مجبور شد این خالی بندی ها بکنه؟ اومد جلو فشار اونا یه حمله بکنه، شاید اروپا یه قدمی برداره، آمریکا یه خورده فشارش رو کم کنه. ولی خب هم آمریکا فشارش رو زیاد کرد، هم اروپا زد تو پوزمون. چجور تحریم کردن، ما هارت و پورت کردیم، اونا زدن تو پوزمون. مثال استراتژیکی رو بگی که داره وسط میاد. مرحوم اموی همیشه میفهمودن به بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که کشاورزه به همسایش گفتش که خیلی ببخشید ولی این خروس با ما تو باغچه‌تون همه گلاتون رو خورد. همسایه گفت اشکالی نداره، شما ببخشید که سگ من بعدش اومد خروستون رو خورد. کشاورزه رفت، یه چند دقیقه دیگه برگشت گفت ببخشید مجددا عذر من قبول کنین، متاسفانه ماشین منم سگ شما رو زیر گرفت. آی دکتر ولی این که خیلی خفت و خاریه، سلامی که پیداش نیست. اینا هم که غلاف کردن، جز غر زدن تو جلسه غیرمللی مجلس که کاری نمیکنیم. تازه همینم با 1000 تا ترس و لرز میکنن. مرحوم اموی همیشه میفهمودن به بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که یارو دزده اومد خونه مشنگه بزنه، همه جنساشو بار زد، دور مشنگه هم یه دایره کشید، گفت پات از این دایره بذاری بیرون له و لوردت میکنم. شروع کرد جنسا رو با قد راحت بار زدن، داشت میبرد. بچه مشنگه گفت بابا همه جنسا رو که برد هیچ کاری نمیکنی؟
مشنگه گفت ساکت شو بچه، میخوای به کشتنم بدی؟ چی کاری نمی کنم؟ ندیدی 3 بار پا از این دایره که کشیده بود گذاشتم بیرون. روشن شد یا یک کمی رنگ سفید قاطیش کنم که بزنه به روشنی؟ دکتر ولی حاجی روحانی خیلی بیشتر از اینا کار کرد. گفت ما دیگه اورانیوم و آب سنگین و اضافه اونو نمیفروشیم. یکی اون سر بسیجی ها رو شیره میماله بعد تو گول میخوری آقا رو. هنوز یه مسقال آب سنگین و اورانیوم اضافه نداریم که بفروشیم. روغن ریخته رو نصر امامزاده کرده تا هم پریدی توش. قانون 7 نیوتن میدونی چیه؟ نه خیلی دکتر، اولیش هم بلد نیستم، همیشه فیزیک تجدید میشدم. آها، قانون 7 نیوتن میگه که با سرعت نورم که گند بزنی به دم و دستگاه نظام بازم 1 ساعت روحانی عقبی. روشن شد که همچین بفرستمت که بری سراغ خوندن فیزیک نیوتن. آی دکتر خطاب به اروپایی میگم، این رسم روزگار نیست که بعد از این همه که سیبیلتون رو چرب کردیم نمک خوردین نمکتون رو تو عمامه حاجی روحانی بشکنین. آره، سلامتی مگس. چه ربطی داره آی دکتر؟ سلامتی مگس که یادمون داد که زیادی که دور کسی بگردی آخرش میزنه تو سرت لهت میکنه. آی دکتر کار دنیا برعکس شده. نظام تو این وضعیت بدبختی موس میکنه برای رابطه تجاری با غرب که 100 جوره پول بدیم بهشون. اینستکس و اینا رو هم قبول میکنیم، بعد اونا تاخچه بالا میذارن و قبول نمیکنن. آی دکتر همچین برعکس هم نشده، همینطوری باید باشه دیگه. همه این خفت و خالی ها رو عظمای بدبخت به جون خریده تا ازش نخوان که فضولی تو کشورهای منطقه و عملیات برون مرزی و اینا رو بیخیال بشه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن بابایه به پسرش گفتش که نمیخواد روز پدر واسم کادو بخری، تو فقط آدم باش واسه من بسه. پسر گفت نه من برات کادو میخرم، چون اینطوری خیلی راحت داره. روشن شد جمشی بزنم که بری دنبال کادو. آیه دکتر خبری از سردار سلامی فرمانده جدید سپاه دارین شما؟ نه، یه مدتی هرچی میگردیم پیداش نیست. دست رو دل مقام عظما نذار که بد جوری خونه. فرمانده قبلی سپاهش هم محمد جعفری آره، منظورتون؟ همون که با تلفن خاموش همیشه صحبت میکرد. بله بله. اون که برید. این یکی هم که فایدهش فقط هارت و پورتش بوده به بعد موقعی رسید. الان وقت غلاف کردن هارت و پورت. یعنی نمیتونه به عظمای بدبخت هیچ کمکی بکنه؟ یکی آقا رو خرابکاری نکنه، کمک بکنه تو سر مشنگش. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه رفیقش ورداش برد بیمارستان با دست و پای شکسته. گفتن چی شده؟ گفت افتاده تو آتیش. گفتن پس چرا دست و پای شکسته؟ گفت آخه من با بیل خاموشش کردم. آی دکتر یعنی شما میخوام میگی که مقام عظما افتاده تو آتیش؟ نه این که از قبل میگفتیم، این که حرف جدیدی نیست. الان دارم میگم که با بیل زدن خاموشش کردن. پک و پوزش همینجوری ضربه خورده است بدبخت. آیه دکتر 2 کلمه حرف حساب، شما احترام این مقام عظمای بدبخت رو نگه نمیداری، با بیل میزنی تو پک و پوزش. آخه این پک و پوز دیگه براش نمونده که تو با بیل بزنی به